امروز میخوام محصول جدیدی رو برای شما دوستان عزیز معرفی بکنم که استارت تولیدش توی دنیا، توجه کنی، توی دنیا برای اولین بار توسط شرکت کفوش آکام تولید شده. کفوش ورزشی فضای باز فورتکس. دوستان عزیز، این محصول جدید شرکت آکام، تفاوتش با محصولات دیگه قدرت، دوام و کیفیت بالای اون در مقابل نور خورشید و فضای باز می باشه. دوستان عزیز، یکی از مزیت‌هایی که این کفوش داره شاد بودن رنگ این محصوله. نسبت به یه سری از کفوش‌ها رنگی که به کار برده میشه، این محصول رنگ خیلی شاد و زیبایی داره، رنگبندی متنوع و کیفیت بسیار بالا. در مقابل گرما و سرما به هیچ عنوان این محصول پوک نمیشه. مقاومت بالایی که اسکین روی لایه بالای این داره مناسب برای فضای باز. برتری این محصول نسبت به محصولات دیگه ارزون بودن و سبک بودن این محصول و طول عمر بالای این محصول. بسیار سبک، بسیار کارآمد، خیلی راحت، نصب آسون و عرض کنم خدمت شما چسبندگی بسیار بالا و خیلی نصاب خیلی راحت میتونه اینو پهن بکنه، با کمی چسب اینو توی فضاهای باز اجرا بکنه. یک ایراد داره این کفوش. بزرگترین ایراد این کفوش اینه که یک بار برای همیشه شما اینو نصب میکنی و دیگه خراب نمیشه. و یکی از حسنایی که این محصول داره در آینده به هر حال پلم شدن این محصوله که وقتی که درز جوش توی مثلا 100 متر یه 5 سانت 4 سانت با چشمای عادی نمیشه دید، باید با چشمای مسلح ببینی. یک مقدار جوشکاریش اگر محصولای قبلی رو دارم میگم، اگر جوشکاریش مناسب نباشه رطوبت و هوا وقتی که میره فاسد میشه چسبش، از اونجا کفوش‌های که فاسد میشه از اونجا باد میکنه، تبله میکنه. ولی چون درز جوش این پلمب میشه، هرگز نه رطوبت نه هوا، گرد و خاک داخل درز این کفوشا نفوذ نخواهد کرد. دوستان عزیز، ما قادر هستیم، توانمند هستیم، میتونیم همه کار انجام بدیم. این نیست که صنعت همیشه دست اروپایی‌ها باشه. ما هم میتونیم صاحب صنعت باشیم، ما هم میتونیم کارهای خوب تولید بکنیم و انشالله بعد از این صنعت توی ایران بومی سازی میشه. همونطوری که کفوش قبلی رو ما تونستیم بومی سازی بکنیم، این هم تو کشور عزیزمون بومی سازی میکنیم. و سلام.